مرشد، اون یارو رو میبینی که با یه گالون 4 لیتری از کنار دیوار دزدکی میره به سمت سیمتری؟ آره بچه مرشد. قیافش به جنایتکارا میخوره، نکنه با اون گالون با سر به دیوار بخوره. اون یکی از سردارای سپاه مالدارانه که قرار از این پس پول نفت و با خودش ببره خانه. مرشد، میگن طرف رستم دستانه، میخواد با زور تولید به 5 میلیون برسانه. یارو رو به ده راه نمیدادن، سراغ کت خدا رو میگرفت. ما که بخیل نیستیم بچه مرشد، به 10 میلیون برسه، اما نفعش به حال مردم برسه، نه اینکه خرج ترور بشه باز کار مردم به قهر برسه. چون ممکنه شلوغ بشه کار جانشین امام 13 به نوشیدن جام زهر برسه. تازه اگر این رستم دستانه پس حتما بچه سیستانه. روزا طلای سیاه تصفیه میکنه، شبا بر سر سفره خانه. حالا فهمیدم مرشد مالدارا کیان، یعنی اونایی که مایه ها رو تو چنگشون گرفتن. ببینم مرشد، اون یارویی که داره پشت اون تریبون داد میزنه اونم جزو مالدارانه؟ نه بچه مرشد، میشه گفت یه جوری کارچاق کن مالدارانه. کارا رو اون چاق میکنه، مالدارا تصاحب میکنن دزدانه. در ضمن اسمند رئیس دولت عدالت، هم بریخته هم فکر میکنه زرنگ و با اصالته، اما رسما تابع ولی فقیهه، گرچه خودش به اندازه کافی خیلی وقیهه. چنان به خط قرمزش فشار آوردن که کلافه شده، رفته دست به دامن لاتا و جاهلای کافه شده. داره تهدید میکنه اگه بیشتر فشار بیارن عمر حکومتشونو زودتر به سر میارن. میگه فشار نیارین که دهن باز میکنم، افشای قصه های پرراز میکنم. قصه های پرراز؟ همون چیزایی که مردم میدونن ولی در اصل نباید بدونن. به ظاهرش نگاه نکن، این خودش یه پا امیر کبیره، یارو بس که پر روی از رو نمیره. قسم خورده چیزی جز دروغ نگه، الواتی میره راستشو به مادر فاتی و فروغ نگه. عجب عجوبه این بابا. خب بچه مرشد، حالا میخوام ببینم میتونی یه چشم بازی کنی؟ شب جمعه‌ای عاشقان حسینو از این مجلس راضی کنی؟ اخ مرشد، دست گذاشتی رو همون جای دلم. از بچگی تو صندلی سینماها میدادم یلم. عاشق آرتیستای سینما بودم، هنرپیشگی شده بود زندگی و تارو بودم. حالا که فرصتی دست داد جوون، خودتو نشون بده، هرچی بلدی از بر بخون. چجوری نشون بدم مرشد؟ خب معلومه دیگه، برو تو نقشش. آها. به فضل الهی سال آینده رایانه ها هدفمند، مسئله مسکن حل، مسئله اشتغال در شهر شرنگ حل، سیستم بانک، مالیات، گمرک اصلاح شده. به این میگن حکومت عدالت مرشد. حالا ممکنه یکی در بیاد در اونور دنیا یه چیزی بگه، خب بگه. باریکلا بچه مرشد، مرحبا. این ملت شهر شرنگه، مطلبا بگیره میره تا ثریا. حالا اگر تا ثریا نره تا فوزیه حتما میره. مردم شهر شرنگ همه باید بیمه طلایی بشن. ما یه گوشه بودجه رو، فقط یه گوشه بودجه شهر شرنگ رو گذاشتیم تو فضا. ببین چه اتفاقی افتاده. الان رفتیم تو فضا خودمون ثبت کردیم، اینم میشه برای ثبتش. ببین چه شناوریم. منی که داره سرم گیج میره. آقای راننده لطفا این بغل نگه رو داره، من پیاده میشم.
حالا حسابشو بکن که اگه اینو یه ذره چربش کنیم اون وقت چه اتفاقی میافته. نه یه ذره بیشتر. آها حالا خوبه، حالا خوب شد. چی رو چربش کنیم؟ حالا فرض کن که چربش هم کردیم، بعدش چی کارش کنیم؟ آقا من مخلصیم. نه با شما نبودم، با اون آقا بودم. بله شما، ما مخلص شماییم. تو قهوه خونه هم دیگر رو میبینیم. خیلی ممنون. بچه های شهر شرنگ ظرف 3-4 سال موجود زنده که هیچ، موجود مرده رو هم میفرستن تو آسمون، میبرن اون تای آسمون. حالا مجسم کن که هرچی مرده داریم بفرستیم تو فضا دفن کنن، اسمش هم بذاریم بهشت فضا. ببین چی میشه. به اینا بچه های شهر شرنگن، تو بگیفه رفتن فضا. شیر مادرت حلال بچه باشد. گفتم که مرحبا به حافظت. مرشد تا جایی که یادمه این حرفا مال همین 6 ماه پیشه، ولی انگار این روزا طرف یه چیزیش میشه. بچه مرشد خوبه خودت میگی مال 6 ماه پیشه. تو شهر شرنگ شرایط ساعت به ساعت دستکاری میشه. مرشد این بابا همونی نیست که میگن با امام زمان اختلاف داره؟ چی میگی بچه مرشد؟ این خودش مظهر امام زمونه. مجلس و ولی امر رو به هم میپیچونه. ببین حاله دور سرش تو آفتاب چه قوقا میکنه. رو بهش بدی مجلس رو بلغا میکنه. تازگی هم آقا رو تابلو کرده، پورترش و پیشکش پیکاسو پابلو کرده. ببخشید مرشدا، من که گیج شدم. مگه نگفتی ولی فقیه پیش پرده امام زمونه؟ معلوم حواس جمع بچه مرشد، معلوم حواس جمع. آفرین. اینا هر دوشون مدعیان که نماینده امام زمونن، منتها یکیشون حاله دور سرشه، اون یکی پیشای عمامش مثل مار میمونن. دفعه اولی که تنظیفش کردن دست آقا رو باش کرد. دفعه دوم اما چپق آقا رو چاق کرد. چیکار کرد مرشد؟ بوسه بر شاره ضحاک زد و از سر زور، مار در خانه ضحاک چه خوش خواهد داشت. حالا میخوام یکی بلند شه با پای خودش بیاد جلو، هم چراغ سر شب این بچه مرشد روشن کنه، هم شب جمعی از ثواب مجلس با خودش ببره خونه. 10,000 نمیخوام، 5,000 نمیخوام، 2,000 هم نمیخوام. از 1 پول تا 100 پول هرچی وسعت رسید شب جمعی یه فاتحه هم برای اهل قبور بخون. مرتجع در صدد فتنه به هر در بزند، ملک ما اما بانک نداهای دگر خواهد داشت. راهبان در ملأ عام دوند لخت و عریان، خیزش دیر نشینان ثمری خواهد داشت. گر که حاکم بدهد حکم به دزدان در شب، چه کسی در پس شب خانه امنی خواهد داشت. دستای فقیر
موسیقی متن این برنامه از آثار اسفندیار منفردزاده انتخاب شده و من مهیار فراورده نویسنده و تهیه کننده این کار بودم. صدای پا